دانیال فصل 12. زمان آخر. آن فرشته‌ای که لباس سفید کتانی پوشیده بود به کلام خود ادامه داده گفت: در آن زمان میکائیل فرشته اعظم برای حمایت قوم تو می آید و چنان دوران سختی پیش می آید که در تاریخ بشر سابقه نداشته است. اما هر کسی از قوم تو که نامش در کتاب خدا نوشته شده باشد نجات می یابد. بسیاری از آنانی که مردند زنده می شوند، بعضی برای حیات جاودانی و برخی برای خجالت و رسوایی ابدی. حکیمان همانند آفتاب خواهند درخشید و کسانی که مردم را به راه راست هدایت کردند همچون ستارگان تا ابد تابناک می شوند. بعد به من گفت: اما تو ای دانیال، این پیشگویی را در دلت مخفی نگه دار و کتاب را مهر کن تا آخر زمان فرا رسد. بسیاری از مردم بیهوده تلاش می کنند تا بفهمند که چه حوادثی رخ خواهد داد. آنگاه من دانیال نگاه کردم و 2 نفر دیگر را دیدم که یکی در این سوی رود و دیگری در آن سوی رود ایستاده بودند. یکی از آنها که همان فرشته سفید پوشی بود که در این هنگام در بالای رود ایستاده بود پرسید: چقدر طول می کشد تا این حوادث عجیب به پایان برسد؟ فرشته در جواب هر 2 دست خود را به سوی آسمان بلند کرد و به نام خدای جاوید قسم خورد و گفت: این وضع تا 3.5 سال ادامه خواهد یافت و وقتی ستمی که بر قوم خدا می شود خاتمه یابد، این حوادث هم به پایان خواهد رسید. آنچه را که او گفت شنیدم، اما به مفهوم آن پی نبردم. پس پرسیدم: آقای من، آخر این وقایع چه می شود؟ او جواب داد: ای دانیال، اکنون برو، زیرا آنچه گفتم تا آخر زمان فرا برسد مهر شده و مخفی خواهد ماند. عده زیادی پاک و طاهر می شوند، ولی مردم بدکار چیزی نمی فهمند و به کارهای زشت خود همچنان ادامه می دهند. اما خردمندان همه چیز را درک خواهند کرد. از وقتی که قربانی‌های روزانه منع شود و آن بت در معبد بزرگ قرار گیرد، 1290 روز سپری خواهد گشت. خوشا به حال کسی که صبر می کند تا این دوره 1335 روزه به پایان برسد. اما ای دانیال، راه خود را دنبال کن تا روز مرگت فرا رسد، اما بدان که در آخر زمان زنده خواهی شد تا پاداش خود را دریافت کنی.